نجیب شهید کی بود؟ دختر بزرگم بود و بسیار دختر با حیا با عزت و کاکو جان چی باعث شده که خانم نجیب شهید به یوتیوب آورده بود؟ مجبوری ساخت میشود که فرزند خودت به این فامیل محفوظ نیستی، مجبور هستی که همراه این دخترهای همراه این فرزند بشینی همین برنامه را تو پیش ببری. خانم بیچاره را مجبور ساخته بودن که در یوتیوب فعالیت بکنه، چون شوهر بی غیرتش خودش کماییگر نبود، خودش مردانگی نداشت. اونمو حلقه که در گردنش است گرد است، تمام گردنش دوستای عزیز حلقه گرفته. خب حلقه که در گردنش است گرد است، یعنی وقتی که یک نفر خود اگه بخواد دار بزنه یا حلقاویز بکنه و حلقه در گردن گرد نمیچسبه، پشت سر گردن خالیگاه می داشته باشه که اینمی نقطه را که ما شما محکم بگیریم. این خودکشی نیست دوستای عزیز، این نیمجان بوده. اینا هیجانی شدن، گفتن اگر ما ایره بانیم امی رقم خویی به هوش می بدر میره ما رو افشا میکنه. در این نقطه گفتن بیا ایره القاویز میکنیم که عقلشان قدر کار نکده و قدر عقلشان بالا نبوده. ایره القاویز چی رقمی کردن که ایره کت ریسپان خفک کردن، کت ریسپان با او سیستم خفک کردن که یک طرف ریسپان از گردنش، مثلا در گردنش که انداختن ریسپان، یک طرف ریسپان کت یک دست گرفتن، دیگر طرف ریسپان کت دیگر دست گرفتن و بعد رقم ایره کش کردن که در این صورت این بیچاره خفک شده. وقتی که در این صورت خفک شده اونم القه ریسپان گرد در گردنش مانده. اینی نقطه نشان میده که خودکشی نبوده و در طب عدلی هیچ چیز به نام خودکشی نوشته نشده. هیچ چیز به نام خودکشی در طب عدلی نوشته نشده. اما اینجا یک چیز تخطی کردن، نوشته کردن که معاینات ظاهری آثار و علائم لط و کوب و مجادله در بین متوفیه به ملاحظه نمیرسد. اینی تخطی از دوستای عزیز که در طب عدلی شده. این حال من نمیفهم که اینجا یا اشتباه کردن یا کوتاهی کردن یا قصدی کردنی که هر چیز شده او به ارگانهای امنیتی و قضایی مربوط میشه و فکر میکنم اما مغز خود که من در کار انداختم وقتی که گفتن که حلقاویز شده، در صحنه عکاسی شده از جسد، فیلم گرفته شده از جسد و وقتی که اینمی ثبوتا و ویدیوها و فیلمها در سر میز قاضی بیاید تا جایی که من فکر میکنم دیگه اینجا واضح و ثابت است که این حلقاویز خودش نکرده، خودکشی نبوده بلکه به قتل رسانده شده. و این یک چیز واضح است، قسمی که پدرجانش گفت اینمی قصه را بر من تو واضح کرد، گفت والا بچه های خودم شاید گفته باشن که حال مادر از بین رفت و دیگه ما شما مرم از دست میتین بیاین که دست به دست هم بتیم، حالا خب مادر رفت از دست، یک گپ بود یا مچم چطور یا چیکار. خب خلاصه به هر توضیح که داده بوده همونجا اولادا را مخشویی کرده و یک چیزی که برادرش، مادرش و پدرش برای من تایید کرد، یک چیزی که واقعا من اینمی سوال بار کردم دوستای عزیز، به خاطر که در فضای مجازی اینمی سوال و اینمی سخنا یک رقم بار دست به دست میشد. در وقت جنازه یا شستن جنازه یا هر وقتی که بوده، خلاصه در وقت جنازه گفته میشه، در وقت جنازه دمو وقت سنویش میایه دوستای عزیز. امیجا فکر میکنم که امی ازی میایه، میگن والا کشت این دختره. دمیجا سنویش میگه والا ما خوشی خود تانستیم کشته، هر کی خوشی خود کشته نمیتونه. اینمی نقطه را تماما فامیلایی که اونموجه بودن، تماما اقاربی که اونموجه بودن اینمی گپ تایید کرده از زبان پدر و برادر و مادرش نقل قول است که بر شما میکنم من. و کسانی که در فضای مجازی میگفتن و حقیقت داشته، چون من همین سوال بار کردم به خاطر که بسیاری از دوستا یا اقاربش که در فضای مجازی در لایفا یا در ویدیوها صحبت کردن گفتن که اینم یک گپ است. به اینمی دلیل دوستای عزیز اینمی گپ از طرف چیز از طرف پدرش تایید است. و دوستایی که میگن که دولت اعلان نکرده، ما دولت کار نداریم، ما به خانه پدرش نفر رای کردیم. چیزی که ما براتون میگم از زبان پدرش است، فقط ویدیوهای ما کم ادیت شده، ادیت های بالا نشده دیگه، ویدیوهای ما ادیت نشده. به مو خاطر ما فقط یک نقطه ویدیو رو نشان دادم. دوستایی که ویدیو رو ندیدن براتون بازم نشان میدم، ویدیو رو ببینین دوستا. سید عبدالصمد سادات هستم، پدر نجیب شهید هستم
نجیب شهید کی بود؟ خانم نجیب شهید یکی از دختران بزرگم بود که در فامیل شوهر زحمت‌های زیاد را متقابل شده بود که حتی صاحب 6 اولاد به دنیا آورد و بسیار زحمت‌های فامیل و خانواده را کشید، به خانواده را کشید، وجه و گشنگی و رقم خیر کرده و فامیل با اندازه رسید که چندین مراتب رسید به شوهرش خوب و نزدیک و آزاد شده و بعض اوقات ما به خانه خود برای نزدیک فرض مثال اگر نمیخواهی فرض نزدیک جدا شوی یا رقم و خودش نخواست به خاطر دنیا اولادای خود که ما از اولادایم دیگه دل گرفته نمیتونم هم رسایم که جدا شوم. همین زجر تکلیف و زحمات خود قبول دارم اما جدایی خود قبول ندارم تا به این طرف رسید که نتیجه شدید و توسط شوهرش با قتل است. کاکو جان چی باعث شده که خانم نجیب شهید به یوتیوب آورده بود؟ خانم نجیبه دختر بزرگم بود و بسیار دختر با حیا با عزت با شرف منتها از طرف فامیلش که اونا در یوتیوبر بدن و دخترایش هم یوتیوبر بود و ابی خانم نجیبه را اجباراً در یوتیوب آوردن یعنی به خواست خودشان نبود؟ خواست خودشان نبود و چندین مراتب نوکر افغان ما تبان کو روزگار بعدم سرش مجبوری ساخت میشورد که فرزن خودت به این فامیل محفوظ نیستی مجبورستی که امرای دخترهای تنظای نفرزنشونای بشینی همین برنامه را تو پیش برد و حتما مخاطری فعالیتایشان زیر اختیارم بودم؟ زیر فشار بودم بله. نجیبه دیدار کردیم که بود به یادتان است؟ ما قریب با دیدار کردیم همون شب بود که شبش این خودی یک بچه بود که او پیران دارند است و مادر از اینجا آمده بود و می شب کارتیرسی داشتیم که با می نواسه بزرگم که بچه از نجیبه دختر نواسه میشن همراه بچه ما رفته بود پشت زمین کارتای خبری که کارتای چیز میخوری را بخرن آوردن نمیده که ما نوشته کنیم که یکی بچه یکی هم نواسه بود که بچه نجیبه میشن اونمون شب بود که آمد نمیده که ما یک صحبت کم کردن و دیدم که نجیبه بسیار جگرخونه جان زده آمده به این وقت شو ساعتای 10 بجه شو بود که در خانه ما آمد و ما برش گفتم که دکتر جان خیرت بود چطور آمدی در خانه ما در این واده شو گفتت ما آمدیم به خاطر زمین کارتای شیمیخوری خبر شدیم که شیمیخوری بیادرم است ما آمدیم کارت می‌نویسی ما گفتم اگر کارت می‌نویسی آمده خیلی بیشین شود همیشه بگذرانیم یکان دوست اپاره با که فرزن ما از یاد ما فراموش میکنیم ما را شما خبر کنیم بچه تا همینجا بچه بزرگش همینجا بود با خودت هم همینجا باش با صبح بریم خانه تان گفت نه پدر ما میریم همین بچهش که نواسه میشه گفت ما میبرم امرای شوهرش پرخواست کرده بود جر بس کرده بودن صرف موضوعشان سر استنه و خوشو بوده بالاخره سوال کردم بس پیشش که چرا خیلی چه رقم گپ است گفت ما امرای مسئولوش جر بسشون شده بود سر اگر بود اسم ببرین خوبتر نمیشه اسم پسرش اسم دخترش اسم پسرش اسم پسر کلانش چیز نوید جان است و کمی ادعای قتل هم بالای شد ادعای قتل بالای از نیست ادعای قتل که بالای پدرش است بالای پدرش است و اینو که همون شبه که گفتن که آخری دیدار و نمو بود که همین بچهش از خانه ما نجیبه دختر مرد بود گفتم جر بس همراه شوهرش کرده بود ما گفتم با شرط میمانم است که ببریش که دیگه جر بس شما دو تا بچه جوان هستین نمانه که نجیبه دوست عزیز قضاوت دست شما برای پارتای بعدی سفر فالو داشته باشید.